سلام خدمت شما دوستان عزیز و هنرجویان محترم. بنده حسن رضوی هستم با مبحث اجرای برق ساختمان همراه شما. در جلسات گذشته در مورد اجرای برق ساختمان، نقشه‌خوانی برق ساختمان خدمتتون عرض کنم که تراز کردن قوطی‌ها و این مسائل صحبت کردیم. در این جلسه میخوایم در مورد شیارزنی و کنده‌کاری که پس از شیار زدن روی دیوار جهت لوله‌های برق و قوطی‌های برق ایجاد میشه صحبت کنیم و در ادامه در مورد قوطی گذاری و نصب تابلو فرعی هم صحبت خواهیم کرد و چگونگی نصب تابلو فرعی برق مربوط به واحد رو بهتون ارائه میدیم. بریم ببینیم که داستان این جلسه به چه صورت هست. ابتدا بریم ببینیم که به چه صورت میتونیم روی دیوارها لوله هایی که قصد داریم داخلش سیم های برق رو عبور بدیم ایجاد کنیم، نصب کنیم یا حالا زیر کار قرار بگیره این لوله ها. ما با وسیله به نام شیارزن یا دستگاه سنگ فرز این کار رو میکنیم. شیارزن چه دستگاهیه؟ دستگاهی که خب از خانواده ابزار برقی هست. توی تاسیسات مکانیکی یا حالا تو تاسیسات برقی هم استفاده میشه. تاسیسات مکانیکی جهت گذاشتن لوله فرض کنید رادیاتورها، رفت و برگشتشون یا حالا لوله ها یا جعبه‌های کلکتور مربوط به لوله های رفت و برگشت گرمایش کف استفاده میشه. اما تو رشته خودمون جهت برش دادن دیواره های حالا اون واحد چه آجر میخواد باشه حالا چه تعمیرات نازک انجام شده باشه میتونیم از شیارزن استفاده کنیم و لوله برقه که قرار داخل سیم کشی بشه در اون محل قرار بگیره، شیار زده بشه و در اون محل قرار بگیره. یا قوطی های برقمون هم به همین صورت با استفاده از این دستگاه میتونن داخل دیوار قرار بگیرن و به اصطلاح تو کار انجام بشه. در عکس روبرو شما سمت چپ یک دستگاه شیارزن میبینید دارای دو تا تیغه هستش که میتونید با گذاشتن واشر بینش فاصله بین تیغه ها رو کم و زیاد کنید. دستگاه خود حالا پیشرفته است. اینجا لوله خروج دودش هست که میتونن به یک لوله خردمی مثل لوله جار برقی مانند وصل کنن و خاکی که از برش دیوار خارج میشه از این قسمت رو هدایت کنن به بیرون ساختمان و فرد یا درگیر گرد و غبار نشه. خب ما توی بازار بگردید دو تا دستگاه شیارزن داریم. یک نوع تک تیغه هست که در تصویر پایین میبینید، یک نوع دیگه هم دو تیغه هستش که در تصویر بالا مشاهده میکنید. کار با تک تیغه راحت تره. شما میایید تراز میکنید جای محل لیزرتون رو با اسپری یا حالا با هر ماژی که مخصوص روی دیوار علامت گذاری میکنید، اون قسمت رو یا با شابلون اسپری میکنید جای قوطی رو در میارید. با دستگاه شیارزن تک تیغه به راحتی میتونید برش‌های مناسب رو ایجاد کنید. کار با دو تیغه سخت نیست، بیشتر برای کارهای سری مورد استفاده قرار میگیره. فرض کنید یه ساختمونی باشه که یا یک جایی باشه، یه محلی باشه که لوله ها همه مثلا فرض کنید تک لوله میخوان داخل دیوار شیار زده بشه، در نتیجه با این دو تا تیغه‌ای که داره فاصله شون مشخص میشه و شیارای منظر زده میشه. خدمتتون عرض کنم که ما بیشتر تو ساختمون حالا تو خود ایران بیشتر پیمانکاران از دستگاه سنگ فرز استفاده میکنن، صفحه گرانیت بورد روش نصب میکنن و این کار رو به یک کارگر میسپارن، کارگری که تو این رسته یا حالا تو این رشته تو این کار حرفه‌ای هست، تو کار شیار زدن. بنده به شخص خودم اجرا نمی کنم، فقط نظارت میکنم. به بچهای گروه هم میگم که شما هم نظارت داشته باشید، بهتره، چون از لحاظ بهداشتی گرد و غباری که ایجاد میشه خیلی سنگینه و اذیت کننده. خدمتتون عرض کنم که حالا از لوازم ایمنی که جلوتر رفتیم هم باید استفاده کرد. این دستگاه سنگ فرز خاک زیادی تولید میکنه. خب شیارزن گفتم لوله داره، میشه خرطومی بهش وصل کرد، لوله متناسب با خروجیش و خاک رو بیرون داد. اکثر پیمانکارا خب چنین هزینه ای نمیکنن، بیشتر سعی میکنن از همون دستگاه سنگ فرز استفاده کنن
و مقداری هم دیوار رو مرطوب بکن تا گرد و غبار کمتر بشه. اگر هم نیاز بود که شیارهای به صورت سری زده بشه، میتونید از این دستگاه مینی فرز رو با گذاشتن واشرهای مختلف و پیچ و همچنین حفاظ مناسب به این شکل در بیارید منتاجش کنید. تو بازار قطعات هست، میتونید بگید منتاج کنید و شیارهایی که اگر به صورت سری هستن و روی دیوار اجرا کنید. تیغ‌ها باید همه استاندارد باشه، در نظر داشته باشید. از جای معتبر خرید کنید، جنس تیغ‌ها مناسب باشه. پس با سنگ فرز و مینی فرز برای دیوارهای سبکتر و نازکتر میتونیم دیوار رو برش بدیم. بریم سر وقت شیارزنی. خب شیارزنی رو گفتیم یک مرحله مهم هستش تو سیمکشی ساختمون. چرا؟ خب قراره ما ساختمونمون برقدار بشه. چجوری برقدار میشه؟ به این صورت که شما لوله برق و داخل دیوار کار میذارید تو کار و از داخلش سیم رد میکنید. سیمی که حامل جریان هست، ولتاژ هست و داخل کلید پریز و روشنایی شما میره. پس یک مرحله خیلی مهم هست. و همچنین تعداد شیارهایی که زده میشه، عرض شیارها، طول شیارها، تعداد قوطی‌هایی که باید شیار زده باشه خیلی مهمه. پس ببینید یک مرحله مهم گفته میشه، واقعا مهم هستش که در مرحله جلوتر شما میخواید کف و لوله گذاری کنید و همون خود اون شیارهایی که زدید لوله بگذارید. اگر شیارتون جاش کم باشه و بنا بیاد تعمیر کنه، شما دوباره باید بیاید لوله گذاری کنید. و یا اگر سفیدکاری بشه و بره تا مرحله جلو که بخواد به کف برسه، لوله در کف بخوابونید. اگر نقشه رو درست اجرا نکرده باشید، اگر شیاراتون درست نباشه، اون موقع هم هزینه برای شما خواهد داشت، هم سرکله زدن با کارفرما رو برای شما خواهد داشت که آقا چرا شما به این صورت اجرا کردید، چرا این قسمت ناقصه. پس اول از همه تفکر داشته باشید، نقشه داشته باشید با برنامه شیارزنی رو مناسب. فرض کنید انگار دارید همون لحظه لوله گذاری میکنید، فرض کنید همون لحظه انگار دارید کلید پریز نصب میکنید. قوطی‌ها رو بشمارید، بدونید برای سالن چقدر میخواید، برای حالا سرویس بهداشتی، برای اتاق خوابا، برای تراستون، برای آشپزخانه، مطبخ، اینا همه رو تو ذهنتون داشته باشید. شیارزنی یک مرحله سخت هم هست. خب چرا مرحله سخت هستش؟ چون که اولین مورد، یعنی اولین عیبی که داره میشه گفتش که گرد و غبار یا گرد و خاک بسیار زیادی رو ایجاد میکنه. بعد چون کار بسیار سنگینی هستش، یه مقدار به بدن انسان فشار میاره، مثل حالا به ستون فقرات شاید فشار بیاره، یا شما یک جاهایی حتی سوراخکاری هم دارید. اون سوراخکاری ها هم تو همین مرحله شیارزنی اجرا میشه. خب قاعدتا خیلی خسته کننده هست. اول از همه اینه که شما آقا نکات ایمنی رو رعایت کنید. از محافظ گوش استفاده کنید، جنسش خوب باشه. تو بازار فراوون لوازم ایمنی فروشی ها دارن. دستکش بذاری، حداقل مقدوری دستکش ساده بذاری، ماسک استفاده کنی، عینک استفاده کنی. ببین دوستان عزیز، من دارم خدمتون عرض میکنم، میخواید این روش رو یاد بگیرید، این راه و شیارزنی رو یاد بگیرید، در این مطالب رو بهتون میگیم. شما خودتون یه چند بار اجرا کنید، ولی بعدش بذارید یه کارگر که کار شیارزنی هستش بدید اجرا کنه. بهش بگید شما روی دیوار بکشید، با خدمتتون عرض کنم بعد از تراس کردن با اسپری بکشید، هم عرض اون لوله ها، تعداد قوطی ها رو قشنگ مرتب بکشید. این خودش میاد شیاراشو میزنه میره، بعد شما میرید برای لوله گذاری دیوارها. بریم برای اجرای کار. استفاده از ابزار مناسب برای عملیات شیارزنی. خب ابزاری که خدمتتون گفتیم، آقا یه سیم سیار خوب داشته باش، یه دستگاه فرز داشته باش یا دستگاه شیارزن داشته باش. به خدمت عرض کنم که ماسک تو داشته باش، عینک محافظ، گوشگیر مناسب، لباس خوب و راحت داشته باش. خب شیارم که میزنی بعدش باید این دیوارام تخریب کنی دیگه. چکش و اون قلم هم فراموش نشه، دریل سنگ شکن هم همراه باشه. این یعنی اینو انجام دادی، یه دوست دیگر میتونه اگر 2 نفر هستیم کار تخریب و نفر بعدی انجام بده. ولی شما شیاری که میزنی حواست باشه
چه تعداد لوله از این قسمت فرض کن میخوای شیار بزنی رد میشه. اگه 3 تا هستش، 3 تا لوله میخوای روی دیوار بذاری، نهایتا عرضش باید به اندازه 5 تا لوله باشه که راحت لوله‌هاتو بذاری توی اون قسمت شیار زده، بیشتر نذاری. طرف برای این آجرها پول داده، برای اون بتونی که انجام داده، سیمانی که انجام داده، همه پول داده. پس سعی کنید اندازه شیارتون متناسب با تعداد لوله ها باشه، متناسب با تعداد قوطی هایی هم باشه که بالای این شیارهایی که زدید قرار میگیره. زیاد عمیق شما شیار نزنید، جوری شیار بزنید که ببینید لوله رو توی این سطح شیار زده قرار میدید، لوله 2 یا 2.5، نهایتا 1.5 سانت از لبه اون آجر یا سطح تعمیر شده لوله شما فاصله داشته باشه. بنا بیاد یا گچکار بیاد روشو تعمیراتشو انجام بده و لوله توی دیوار قشنگ خوابیده بشه. پس این عمق مناسب. میگه همسد بودن لبه تجهیزات با سطح دیوار. تجهیزات چیه؟ مثلا شما تابلو فرعی واحد یا جعبه تقسیم تلفن، اینا رو خب جعبه رو وقتی که باز میکنید یا تابلو فرعی رو باز میکنید، درش رو باز کنید بذارید کنار، کفی کار یا همون شاسی کار رو نگاه کنید، لبش میرسید به بالا یه تیکه لبه 2 میلیمتر 3 میلیمتر داره. این لبه رو لب به لب کار توی دیوار شیارزدی قرار بدید. پس شیار رو زیاد نمیخواد عمیق کنید که این جعبه تقسیمتون یا هر تجهیز دیگه زیاد داخل نره، مثل قوطی اینا زیاد داخل دیوار نره، لب به لب وایسه. حالا اینا رو بهتون میگیم که چه جوریه. جوری شیار بزنید که قوطی برقتون یا حالا جعبه تقسیم تلفنتون، تابلو فرعی واحدتون قشنگ صاف وایسه، یا کج نباشه به سمت چپ، کج نباشه به سمت پایین، شاغولی به قول معروف تراز باشه، مرتب باشه. اینا رو هم دقت داشته باشید. الان من این تجهیزات رو آوردم به صورت ساده. این تجهیزاتی هستش که بچه‌ها استفاده میکنن. ببین چکش هستش، دریل سنگ شکن هستش، بغلش هم نگاه کنید دریل نوکش هم به صورت کتابی هستش، نگاه کنید صافه، قشنگ سرش صافه. اینجا که شیار زده شد بچه شروع میکنن به شکوندن اینو، میریزنش تجهیزات رو اضافه بیرون، یا از چکش استفاده کنید برای شکوندن حالا جاهایی که یه خورده آسون تره. سرایه برق یا همون سیم سیار، جای سیمش خوردگی نداشته باشه. دستگاه سنگ هستش با گوشگیر. این 4 تا رو من براتون گذاشتم. حالا عینک و اینا دیگه وسایل شخصی که توی عکسای قبلی خدمتتون گذاشتم.